سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آنیا هستم. دوباره برگشتم با آموزش کارت‌های تاروت. امروز میخوام کارت دو شمشیر رو بهتون آموزش بدم. پیج منو سابسکرایب کنین، حمایتم کنین، برای من کامنت بذارین. اگه سوالی داشتین من توی کامنت ها جوابگو هستم. خب بریم سراغ آموزشمون. کارت دو شمشیر. کارت دو شمشیر اسم دیگه‌اش هست دروازه تردید. یعنی تصمیمی که نمیخوای بگیری یا حقیقتی که میترسی ببینی. ما اینجا 4 تا عنصر داریم توی این کارت که اگه این 4 تا عنصر رو درست یادش بگیری هیچ وقت تو تفسیر این کارت وا نمیمونی. این کارت 4 تا پیغام مهم برامون داره. اول پیغامش چشم‌بنده. چشم‌بند، این شخص نشسته چشم‌بند زده، 2 تا شمشیر بلند تو دستشه و دریا پشت سرشه و ماه بالای سرش. چشم‌بند اینجا یعنی من نمیخوام ببینم، نمیخوام تصمیم بگیرم. گاهی وقتها چشم‌بند نماد فریب نیست، یعنی من الان نمیخوام ببینم، نمیخوام تصمیم بگیرم. شمشیرها توی دست نماد تردید، دودلی، یعنی آشفتگی ذهنی، کشمکش، چیزی که در درونت با خودت داری، دعوا و جر و بحثی که در درونت با خودت داری. دریا نشونه احساسات پنهانه، آب نماد ناخودآگاهه و دریا نشونه احساساتی که پنهان شدن و توی پس زمینه‌ان. یعنی احساساتمون توی این کارت پنهان شده. و ماه نماد ترس، تردید، نگرانی، چیزهایی که قابل دیدن نیستن، حقیقتی که قابل دیدن نیست. وقتی ماه توی این کارت اومده یعنی یه چیزهایی نمیتونی ببینی، یه چیزهایی رو نمیتونی لمسشون کنی، نمیتونی ببینی، واقعیت برای تو هنوز رو نشده، یه چیزهایی پشت پرده است. خب حالا وقتی کارت مستقیم میاد یعنی این که تو نمیتونی انتخاب کنی یا نمیخوای که انتخاب کنی. ذهن تو 2 نیم شده. یه آرامشی برای خودت ساختی ولی این آرامش مصنوعیه و اگه انتخاب نکنی تعادلت از بین میره و این آرامش میشکنه. توی رابطت حرفی زده نشده، حقیقتی روشن نشده و میگه باید تو چشمتو باز کنی. توی این کارت اصلا هیجان وجود نداره، یعنی میگه با عجله تصمیم نگیر، ندو، فقط فکر کن و تصمیم بگیر. حالا وقتی که این کارت معکوس میاد به ما میگه که به زودی اون چشم‌بنده میفته و تو مجبوری که انتخاب کنی، چه بخوای چه نخوای. اطلاعات جدیدی میرسه، یه رازی برملا میشه، یک حقیقتی افشا میشه، یه چیزی لو میره و تو که تا الان میترسیدی انتخاب کنی و نمیخواستی انتخاب کنی حالا داری از این انتخاب فرار میکنی. گاهی وقتها هم میتونه نشونه استرس باشه یا بیخوابی. گاهی وقتها هم میتونه نشونه یک فشار بیرونی باشه، یعنی خانواده، رقیب یا یک رابطه داره فشار میاره بهت و تو باید تصمیم بگیری.